سلام، خوش اومدین به چنل ویدلرن. توی این ویدیو میخوام بهترین تنظیمات گرافیکی بازی هورایزن فوربیدن وست رو توضیح بدم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اول از همه باید وارد تنظیمات بازی بشید، به بخش دیسپلی برید. ویندو مود رو حتما بذارید فول اسکرین. دیسپلی رزولوشن رو بذارید روی رزولوشن مانیتورتون. میتونید کمتر کنید ولی پیشنهاد نمیکنم. رفرش ریت رو هم بذارید، هم اندازه مانیتورتون، و اگه نمیتونید عوض کنید اشکالی نداره. وی سینک رو خاموش کنید تا اینپوت لگ کمتری داشته باشید. انویدیا رفلکس لو لاتنسی رو اگه کارت گرافیکتون قوی هست بذارید روی آن. اگه سی پی یو قوی تر هست بذارید اون. بوست این گزینه برای کاهش اینپوت لگ هست. داینامیک رنج برای تنظیمات نور هست که HDR دارید میتونید روشن کنید. کالر بلاینده مود برای کسانی که کور رنگی دارن هست. داینامیک رزولوشن اسکیلین رو حتما خاموش کنید. میتونین آپ اسکیل رو بذارید روی آف، اینجوری کیفیت بهتر میشه ولی FPS خیلی کم میکنه. اگه خاموش کردید آنتی آلیسینگ رو بذارید روی TIA یا DLSS. میتونین بذارید روی DLSS که برای انویدیاس و یا FSR که برای AMD هست. آپ اسکیل کوالیتی 3 تا حالت داره. یکی کوالیتی هست برای کیفیت بیشتر هست. یکی بالانس هست برای کیفیت متوسط و FPS متوسط. یکی پرفورمنس برای FPS بیشتر. پایینی فقط برای کارت گرافیک سری 40 هست که میتونه FPS رو چند برابر کنه. حتما چنل رو سابسکرایب کنید که در آینده ویدیو فریم جنریشن برای تمامی سیستم ها رو یاد میدم. این بخش تمومه، میریم بخش گرافیک. پریست رو هر چیزی میتونین بذارید چون خودمون تغییر میدیم، فرقی نداره چی باشه. مثلا من میذارم روی مدیوم. تکسچر کوالیتی رو بر اساس ویرم تنظیم کنید. اگه بیشتر 4 گیگ داره بذارید های، اگه بیشتر از 6 گیگ هست بذارید روی وری هایی و اگه کمتر بذارید روی لو یا مدیوم. بهترین حالت روی هایی هست. تکسچر فیلترینگ تأثیری خاصی روی FPS نداره. میتونین با خیال راحت بذارید روی 16. شادو کوایتی اگه دنبال کیفیت هستید بذارید روی مدیوم چون هایی و وری های تأثیر زیادی رو کیفیت نداره و بیشتر FPS کم میکنه. اگه سیستمتون خیلی ضعیفه بذارید روی وری لو یا لو. اسکرین اسپیس شادو تأثیر زیادی روی FPS نداره، روی آن بذارید. امبینت اسولوشن رو بهتره بذارید روی SSI. او کمی FPS کم میکنه ولی گیم رو بهتر میکنه. اسکرین اسپیس رفلکشن بازتاب ها برای آب هست. اینجا به نظرم بذارید های تأثیری رو FPS نداره. لول آف دیتیل رو میتونید بذارید رو مدیوم یا اگه سیستم قوی تری دارید بذارید هایی. هیر کوالیتی کیفیت مو هست، تأثیری روی FPS نداره بذارید روی هایی. کرود کوالیتی رو بذارید هایی. ترین کوالیتی رو بذارید روی مدیوم. واتر کوالیتی ور بذارید روی های، اینم تأثیر نداره. کلود کوالیتی رو بذارید روی های، اما اگه سیستم ضعیفتری دارید بذارید روی مدیوم یا لو. پایینی رو بذارید روی های رز. پایینی هم بذارید روی آف. فیلد آف ویو هم بر اساس ترجیح خودتون تنظیم کنید. پس آف فیلد رو بذارید های یا آف، تأثیری نداره، بستگی به سلیقه خودتون داره. بلوم اون باشه. موشن بلور هم خودتون تنظیم کنید. شارپنس رو 3 تا 5 بذارید. بقیه تنظیمات هم بر اساس سلیقه و ترجیح خودتون هست. اینم از این آموزش. اگه خوشتون اومد یه پلی لیست برای تنظیمات گرافیکی دارم، میتونین از سمت راست برید ببینید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. ممنون.